این کلا سوخته. نگو بابا. آره. نگو بابا. بابا من چند روزه دارم همینو میگم، ولی وقتی آقای مهندس میگه قبول میکنی. اینو بنداز دور بره، مال عصر حجره. داداش اوکیه. بده من. بدش من دیگه. خیلی خوب. بزن داداش سلام برسون. تانر بعضی وقتا خیلی بیمزه میشی. تمومش. بابا مگه چی گفتم؟ گفتم زن داداش دیگه. انگار دیشب فرصت نداشتی. آخه زنی نزدی. آره، اوضاع خونمون یکم به هم ریخته بود واسه همین. باشه. چی کار میکنی؟ هیچی، اومدم مغازه بابام. پنکش خراب شده بود، اومدم اونو تعمیر کنم. بابا چی کار است؟ بابام سلمونی داره. سلمونی داره؟ وای چه جالب. البته واسه تفریح این کارو نمیکنه. شغلش اینه. باشه عزیزم فهمیدم. باز میخوای تیکه بندازی که بچه پول دارم؟ نه اصلا. خب امروز چی کار میکنی؟ من میخوام برم اسکله. خوشت اومد؟ نمیبینی همه رو خوردم. قسمت بوده دستپختتم بخورم. اگه بخوای بازم میپزم. واقعا؟ اگه بخوای. چرا که نه؟ میخوام. ولی زیاد اینجوری به نظر نمیاد. همش طوری حرف میزنی که انگار دیگه قرار نیست منو ببینی. کمال تو یه دیوار مخفی داری، یعنی چجوری بگم، مثل یه منطقه محافظت شده میمونی. درست میگم؟ به خاطر اینه که میترسم. از چی میترسی؟ از من؟ من از تو نمیترسم. تو چطور از من میترسی؟ یعنی به نظرت نمیشه؟ ما نمیتونیم داستان بسازیم؟ چرا؟ میتونیم داستان خیلی خوبی بسازیم. فقط شاید یکم کلیشه‌ای بشه. خیال پردازیش قشنگه ولی تو واقعیت قصه یه دختر پولدار و پسر فقیر به آخر نمیرسه. میرسه؟ چرا نرسه؟ وقتی دل هر دومون با هم یکیه چرا به جایی نرسه کمال؟ تازه این چیزا که با برنامه ریزی شروع نمیشه. قلب یه آدم یهویی پرواز میکنه. ولی من خیلی بیشتر از اونو میخوام. آره پرواز میکنی، ولی بعد باد از یه طرف دیگه میوزه و اون وقت تو هم به همون سمت پرواز میکنی. شایدم برمیگردی به جایی که از بچگی بهش اعتماد داشتی. تو به من اعتماد نداری. اوکیا من تو رو نمیشناسم. خب پس بیا هرچی زودتر همدیگر رو بشناسیم و تو هم همون قدری که من بهت اعتماد دارم بهم اعتماد کن. واقعا به من اعتماد داری؟ نمیدونم چرا ولی بهت اعتماد دارم. شاید واسه اینکه زندگیمو نجات دادی. شایدم واسه اینکه زندگیمو به زندگیت پیوند زدی. قادر هر کاری از دستم بر بیاد دارم انجام میدم. فکر میکنی من دلم میخواد اینطوری بشه؟ ویدا دیگه کار از کار گذشته. از همین فردا واسه پس گرفتن طلبم کارا رو شروع میکنم. ببین قادر لطفاً عجله نکن. خب من یه جوری راضیش میکنم، بهت قول میدم. پسرم هر روز داره تحمل میکنه و زجر میکشه. بدهی شمام داره بیشتر و بیشتر میشه. به هر حال این بدهی باید پرداخت بشه. انتخاب با شماست. تو آبی یا آتیش؟ بعضی وقتا آبم بعضی وقتا آتیش، ولی انگار آبم. نمیدونم جواب درست کدومه. جواب درست نداریم. نمکی یا یخ؟ این دیگه چه سوالیه؟ زود باش بگو دیگه. فکر کنم نمکم یا خب تو بگو. چتری یا خورشید؟ کمال ما قراره همدیگر اینجوری بشناسی؟ من تو رو چجوری بشناسم؟ یعنی به غیر از چیزایی که همینطوری هم میشه راجبت فهمید. دختر بابامم نه مامانم. البته که از نظر بیولوژیک دختر هر دوشونم، ولی خب بیشتر دختر بابامم. خیلی به اوزان وابستم، اصلا عاشقشم. کلیشه‌ها واسم اهمیتی ندارن. البته که زندگیم پر از کلیشه است، ولی من سعی میکنم اونا رو از زندگیم دور کنم.
هیچ کس نمیتونه منو مجبور به کاری کنه که نمیخوام. البته اگه واقعا یه چیزی رو بخوام تا آخرش میرم و به دستش میرم. فقط کافیه که دوستش داشته باشم. کافیه باورش کنم و بهش اعتماد کنم. خب، حقیقت یا جرأت؟ خیلی آمریکایی شد. بگو دیگه، حقیقت یا جرأت؟ حقیقت. راجع به من چی فکر میکنی؟ دینگ، وقتی شروع شد. ازت خوشم میاد. از همون بار اولی که دیدمت. از وقتی قصه رو تو نقاشیات به خنده تبدیل کردی. از وقتی رو شیشه اتوبوس با بخار گل کشیدی. بعد از اون هدیه‌ای که اون شب تو دستم گذاشتی. خیلی خوب. تو بپرس. حقیقت یا جرأت؟ جرأت. زود باش بجام دیگه. سرو این دسته خرابه بابا، عوضش کن. اینقدر داد نزن، کار داریم. سرها، این فایل رو میفرستم واسه پرینتر، ردیفش کن. باشه داداش، الان برات میارمش. ممنون. سرو دست بجنبون دیگه. این همین گل خوشگل، برو حالشو ببر. شانسی بود بابا. ایول، چی شد؟ کار پیدا کردم. چی؟ مبارک باشه داداش. مبارک داداش. مبارک داداش. شیره. صبر کن، از هیجان نتونستم بخونم. خب بذار ببینم چی نوشته. بزرگترین معدن زنگلداغ. زنگلداغ؟ یکی ندونه فکر میکنه دارم میرم خارج از کشور. همش 2-3 ساعت راهه، خیلی نزدیکه. آره خب، ولی به هر حال قربته دیگه. تازه اولین باره داری از خونه پدریت میری. ای بابا، من فکر میکردم خوشحال میشین. شما زانی غم بغل گرفتین. مادر جون، شما که هنوز داری گریه میکنی. 1 ساعت کجایی؟ 7 بار یاسین خوندم، نذر داشتم. راستی حسین، گفتم نذری یادم افتاد. ببین کوچیکم که باشه باید یه چیزی قربونی کنیم ما. چطور کوچیک؟ پاشو زود باش، بریم پاشو. الو، اوکیا؟ منم میخواستم بهت زنگ بزنم. بگو. نه، اول تو بگو. میخوام امروز با برادر دوقلو آشنات کنم، میای؟ واقعا؟ آره باشه، خوشحال میشه. خوبه، عالیه. تو چی میخواستی بگی؟ وقتی دیدمت میگم. باشه پس ساعت 1 تو کلوب میبینمت. نمیشه بریم یه جای دیگه؟ چه میدونم، من اونجا راحت نیستم. آخه چرا؟ اوزان اونجا رو خیلی دوست داره، اصرار داشت بریم اونجا. باشه قبول. عالیه، خیلی خوشحال شدم. پس میبوسمت. منم.
ممنون. اوزان جون از الان بهت بگم نشینی خاطرات بچگیمونو براش تعریف کنی یا خب؟ به خدا باعث شدی منم هیجان زده بشم. آروم باش بابا. آره واقعا واسه چی این هم هیجان زده شدم؟ این مگه لندن نبود؟ نمیدونم کی اومده. خوش اومدی، چه خبر؟ سلامتی، تو چطوری؟ خوبم. ببخشید. اوضاع چطوره؟ خوب. سورپرایز. خوش اومدین. سلام. اسمتون رو بفرمایین. کمال سایدره. قربان، متاسفم. نمیتونم اجازه بدم برین تو. اوکیا خانم دعوتتون رو لغو کردن. شاید اشتباهی پیش اومده. میشه دوباره نگاه کنم؟ قربان، متاسفانه اشتباهی در کار نیست. دعوتتون لغو شده. منتظر کسی هستیم؟ نه بابا، ما هم همینجوری اومدیم. خیلی وقت بود نیومده بودیم اینجا. خب چی میخوری؟ من دارم میرم. اشتهام کور شد. اگه میخواین شما میتونین بمونین. نرو، دلم برات تنگ شده. ولی من اصلا دلم برات تنگ نشده. عزیزم. بله عامر، بله. این افتاد. عامر چی کار داری میکنی؟ مسخره بازی در نیار. دوست دارم. باشه قبول، خیلی از دستم دلخوری. حقم داری. ولی کمال واقعا اتفاق خیلی مزخرفی افتاد. اتفاقی که اصلا دلم نمیخواست تو باهاش رو در روشی.
اوکیا تو راجع به چی داری حرف میزنی؟ مگه نگفتی بیا با برادرم آشنا شو؟ بعدشم زنگ زدن انقدر سخت بود؟ این همه راه اومدم اونجا رام ندادم بیام تو. اینطوری نیست. من فقط واسه این که تو بی خودی ناراحت نشی دعوتو کنسل کردم. آخه از کجا میدونستم تو اینجوری بیشتر ناراحت و دلخور میشی؟ ببخشید کمال. واقعا از ته دل ازت معذرت میخوام. فقط به خاطر این بود که بهت آسیب نرسه. لازم نکرده تو ازم محافظت کنی. نمیدونی دیگه، به خاطر عامر بود. عامر کیه ها؟ عامر کیه؟ من ازت پرسیدم گفتم دوست پسر داری یا نه؟ گفتی ندارم. گفتی خودم از پسش برمیام، نگفتی؟ تو بهم دروغ گفتی. دروغ نگفتم. شما رو دیدم اون مرتی که چطوری نگات میکرد. چیو دیدی؟ دم در اونجا منتظر موندم. دوتاتون رو دیدم که از اونجا در اومدی. بین من و عامر هیچ رابطه‌ای وجود نداره کمال، نمیتونه هم باشه. کمال من عاشقت شدم، اونم دیوونه وار. اوکیا؟ اینجا چه خبره؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ موقع رد شدن دیدم باورم نمیشد. شما کی هستید؟ کمال، دوست پسرمه. حتما داری شوخی میکنی. نه مامان، شوخی نمی کنم. اصلا چیز غیر قابل باوری نیست. اومدم اینجا دیدن کمال. راضی شدی؟ نه خیر اوکیا جون، نشدم. ببین درست نیست با وجود اینکه آخرشو میدونی اینطوری به مردم امید بدی. بعدن ناراحت میشن و کار احمقانه ای میکنن. معذرت میخوام، خسته نباشی. شب دیر نکن. قرار عمو قادر و عامر بیان. کمال تو رو خدا حرفای مامانمو به دل نگیر، اون مشکلش با منه. الان میرم و زود برمیگردم. باشه؟ مامان میخوام همین الان از کمال معذرت خواهی کنی. چی؟ اوکیا تو حالت خوبه؟ این مسخره بازی چیه؟ مامان. اوکیا تو خونه راجبش حرف میزنی. نمیتونی از من فرار کنی. کمال به جای مامانم ازت معذرت میخوام، ولی اون بعضی وقتا اینجوری بی‌رحم میشه. کمال، مادرت حق داره. اونم همون حرفیو میگه که من میگفتم. مادر حد هم نیستی. نمیتونیم باشی. منو نگاه کن ببینم. هیچ کس واسم مهم نیست، فهمیدی؟ این زندگی منه. تو کری؟ نمیشنوی چی میگم؟ میگم خیلی عاشقتم. تو رو خدا اجازه نده هیچی ما رو از هم جدا کنه. خواهش میکنم کمال، خواهش میکنم عشقم. دارم میرم زنگلداغ. اوکیا کار پیدا کردم. قراره تو معدن زنگلداغ کار کنم. خب منم میام. نمیشه؟ از اینجا فرار میکنم با تو میام. باور کن این کارو میکنم کمال. نمیتونی فرار کنی، به این راحتی ها نیست. نمیذارن. خب نذارن. کی از اونا نظر خواست؟ آخه کمال چی کار میخوان بکنن؟ میخوان عاق والدینم کنن؟ تازه تو اصلا بابای منو نمیشناسی. اگه من موافق باشم بابا من موافقه. زیاد به مامانم فکر نکن، اون به مرور عادت میکنه. منو نگاه کن، وقتی میگم میام یعنی میام. اومدنشو میای ولی نمیتونی اونجا بمونی. نمیدونم از اینجا چجوری به نظر میاد ولی اون زندگی به درد تو نمیخوره. کدوم زندگی دقیقاً به درد من میخوره؟ میدونی دیگه اوکیا. اونجا خبری از اماراتی که اینجا توش زندگی میکنی نیست. اگه قرار نیست توش اسب سواری کنیم هیچ لزومی نداره. یه اتاق برامون کافیه. ظرف شستن، نظافت خونه، خدمتکارم نداری. ببخشید تو به من میگی دست و پا چلفتی؟ من هم کارای خودمو میکنم هم کارای تو رو. هر شب جلوت سفره پهن نمیکنن.
هیچ مهمونی در کار نیست. هرچی تو یخچالمون پیدا بشه همونه. از ماکارونیم خوشت اومده بود یادت رفته؟ نمیتونی هر وقت دلت خواست بری خرید. نمیتونی بری چون پولی نداریم. همچین چیزی لازم ندارم چون تا دلت بخواد کفش و لباس و این چیزا دارم. شهریه که نمیشناسی. نه خانواده‌ات پیشتن نه دوستات. حوصلت سر میره و خسته میشی. تنهایی. چرا؟ مگه تو نمیای؟ من به جز تو به هیچ کس احتیاج ندارم عزیز دلم. واقعا با هم میای؟ واقعا میام. بارونه بیا زود باش. بادو بیا بارون گرفت. مراقب باش. چه بارونی گرفت. بابام گفت من درستش میکنم. تو گفتی نگران نباش، من تعطوی همه چی رو در میارم. همه تون به هم دروغ میگین. همه تون دارین دست به سرم میکنین. نه داداش، تو بی خودی توهم زدی. یعنی هنوز امیدی هست؟ اوکیا کجاست؟ تلفنش چرا خاموشه؟ آمر We are feeling lonely inside. Why you are not coming? Ozan is also feeling lonely. Why don't you go have fun with him? Huh? I'm not mad. Do you want to have fun? خوش باش. بیا. Just leave me alone. Just go. Karen, don't screw this up. کاش یه معجزه بشه. هیچ وقت از این خواب بیدار نشیم. این که خواب نیست. ما با چشای باز خوشبختی رو تجربه میکنیم. پس تا بعد خداحافظ. باشه. خداحافظ.
الو اوزان جون، ببخشید عزیزم، تو رو تو بد شرایطی قرار دادم، ولی قول میدم همه چی رو واسه تعریف کنم. اوکیا، من عامرم. ببخشید عامر. اگه اوزان پیشته گوشی رو میدی بهش؟ اوزان پیشمه ولی الان نمیتونه حرف بزنه. عامر، اوزان چش شده؟ بازم حالش خراب شده؟ آروم باش. کجایی؟ عامر میگم اوزان چش شده، گوشی رو میدی بهش؟ نمیتونه حرف بزنه، پشت تلفن نمیتونم توضیح بدم. بیا با. عامر میخوام صدای اوزان رو بشنوم، فوری گوشی رو بده بهش، زود باش. الو اوزان خوبی؟ من یکی رو کشتم اوکیا. چی؟ من قاتل شدم. اوکیا نگران نباش، همه چی تحت کنترله، ولی فوری باید بیای اینجا، باید پیش اوزان باشی. باشه اومدم. اوزان رو نجاتش میدم، نگران نباش. اینجا حالت بد میشه، بیا ببرم تو. باشو، بقیه‌شو بسپر به من. داداش بودو بیا. زینب تو هم بیا. چی شده پسر؟ تو قرعه کشی برنده شدی؟ میخوام همتون بشنوید. میخوام همتون همین الان بشنوید. خدای خودت به دادمون برس. امیدوارم خیر باشه. پسرم بگو دیگه. بگو دیگه، ما رو کشتی. به زودی باید بریم خواستگاری. آره. آفرین پسر با غیرتم. آفرین. ممنون. آفرین. داداشی تبریک میگم. ممنون. اوزان اوزان دخترم اصلا نگران نباش، این مسئله رو بین خانواده حلش میکنیم. خانوادگی یه راه حلی براش پیدا میکنیم، اصلا نترس. اوزان عزیزم، ببین من اومدم. خب همه چی رو درستش میکنیم، اصلا نترس باشه.
بیا. بیا 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 بشین. بیا بشین اینجا. بشین دیگه. کمال، من میخوام بهت اوکیا، بذار حرف اول صبح من بزنم، بعدش تو هر چی میخوای بگو. باشه؟ بشین دیگه. منم بشینم اینجا. خیلی مفصل نیست ولی همینقدر از دستم برآمد. اوکیا، میدونی که چقدر دوست دارم مگه نه؟ آخه شاید نتونم توضیح بدم که چقدر میخوامت. برای همین گفتم. یادت دیروز گفتی بدون تو نمیتونم زندگی کنم؟ منم بدون تو نمیتونم. ببین، من تا امروز از هیچی نترسیدم ولی خیلی میترسم که تو رو از دست بدم. شاید چیزی نداشته باشم که بهت بدم، اینو خودت هم میدونی، ولی فقط یه چیز میتونم بهت بدم: زندگیمو. و البته یه همسین سفره هر روز تو خونمون. نظرت چیه؟ با من ازدواج میکنی؟ الان به هم جواب مثبت بده تا امروز اینجا بهترین صبحونه و خوشمزه ترین چای عمرمو بخورم. نه فقط امروز، تمام روزای عمرم. تمام صبحم مال تو بشه؟ با من ازدواج میکنی؟ نمیتونم باهات ازدواج کنم کمال. خواهش میکنم منو ببخش. بعد از اینکه بهت گفتم ازت نمیتونم جدا شم و باهات میام خیلی فکر کردم ولی نمیتونم این کارو بکنم. تو زندگی چیزای زیادی هست که دست و پامو بسته و نمیتونم نادیده بگیرمشون. من نمیتونم با تو بیام. نمیتونم با تو زندگی کنم. حق با تو بود. زندگیامون با هم فرق میکنه. من نمیتونم وارد دنیای تو بشم. فراموشم کن کمال. زندگیامون با هم فرق میکنه. من نمیتونم وارد دنیای تو بشم. فراموشم کن کمال. شما چه میخوایم بگی سرکار خانم؟ ببینین، از این به بعد پسرتون نباید دور و بر دخترم بپلکه، فهمیدین؟
ای بابا دارین اشتباه میکنین. تانر مزاحم دختر کسی نمیشه. تازه اون تمام روز اینجا پیش منه. لطفاً مراقب حرف زدنتون باشید خانم محترم. ای بابا جون آروم باش. خانم همچین چیزی وجود نداره، یه اشتباهی پیش اومده. اصلا گوش نمیدین که اسمش تانر نیست، اسمش خدای من چی بود؟ کمال. بله کمال. ویدا خانم میتونین مستقیم با خودم حرف بزنین، لازم نیست خانواده‌مو ناراحت کنین. از این به بعد پسرتون کمال نباید دور و بر دخترم بپلکه، فهمیدین؟ چون دخترم نامزد آمرکوز جوغلوه، به هیچ وجه نباید مزاحمش بشین، فهمیدین؟ فهمیدیم ویدا خانم. دیگه کسی مزاحم دخترتون نمیشه. بابا 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 کمال بابا 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 آمبولانس خبر کنین. آمبولانس. بابا خوبی؟ آمبولانس. آقایون خسته نباشین. ممنون آقا مهندس. ممنون. آقای مهندس یه چیزی براتون آوردم. این چیه اسماعیل؟ خانومم تو خونه درست کرده. ترشی لوبیاست. بده مام سر غذا مزه‌شو بچشی. آقا این چه حرفیه؟ یه شیشه هم برای شما میارم. خیلی ممنون. بفرمایید حقی خواهد. همگی خسته نباشین. ممنونم آقا. ممنون اسماعیل. دست خانم درد نکنه. خواهش میکنم آقای مهندس. آفرین کمال. بابت چی قربان؟ ما قبل از تو چه مهندسایی که ندیدیم، ولی کارگرها هیچ کدومشونو به اندازه تو دوست نداشتن. یه بار به خاطر یه مهندس، اسمش چی بود؟ چنگیز آقا. آره، به خاطر اون مهندس چنگیز همه میخواستن استعفا بدن، تا اینکه اخراجش کردیم و اوضاع آروم شد. حتما یه دلیلی داشتن که نخواستنش. چندین سال کارشون اینه. هر روز خدا زیر زمینن. نباید تجربهشون رو دست کم گرفت. بفرمین قربان. دوستان خسته نباشین. ممنون آقای من. زنده باشین. ممنونم. خب جوون، تو کسی رو نداری که برات ترشی بندازه؟ از بس مشغول کارم قسمت نشده. زیاد دیر نکنی، بعدن پشیمون میشی. عمرت میگذره و تنها میمونی. به کسی علاقه نداری؟ نه قربان. تو این بخش کارو متوقف کردم. چرا؟ داشتیم ادامه میدادیم که جلوتر به یه سنگ برخورد و دینامیت منفجر کردیم. دارم کنترل میکنم که گاز نش نکرده باشه. کنترل کنین. اگه این قسمت رو نگاه کنین قربان ماسکتون رو بذارین. همه تون ماسکتون رو بذارین.
بیاین حفره حمله مواد. علت انفجار رخ داده در معدن همچنان نامعلومه. نیروهای کمکی در حال آماده شدن هستن که به زودی وارد معدن بشن. جو بسیار ملتهب و نگران کننده ای رو شاهد هستیم. عده زیادی دارن گریه‌زاری میکنن. چند نفر از هوش رفتن و هنوز از تعداد دقیق مجروحین حادثه اطلاعی در دست بابا حسین خان خوبی؟ چی شد؟ حادثه همونطور که گفتم در معدن زمگلداغ اتفاق افتاده. تو حفره حمله موادی خبریه. حتما اونجان. باید بریم. را بیافتیم. حقی خان؟ قربان حقی خان، حقی خان خوبی؟ بلند شد، باز بزن. آروم باشه، چیزی نیست. آروم باش، آروم. چیزی نیست، نفس بکش. آقای مهندس نجاتمون داد. برین کمک. بیای کمک. برین تو، برین تو، بازم هستم. برین تو، بذارین کمکتون کنم. خدایا شکرت، خدایا شکرت. الان داریم بقیه کارگرایی رو میبینیم که از معدن نجات پیدا کردن. مهندس اجرایی معدن کمال سویدره هم بین کسایی که در آخرین لحظات نجات پیدا کرده. همونطور که میبینیم به همراه گروه امداد داره از پله ها پایین میاد و سعی میکنیم که بهش نزدیک بشیم. خوبی؟ بله. لطفا اجازه بدین. بله خوب. بله بدون آقای سویدره، از یه فاجعه وحشتناک نجات پیدا کردین. میگن هیچ تلفات جانی نداشتیم. این غیر قابل باوره. به نظرتون از فاجعه‌ای که تو سایر معادن کشور رخ داده هم میشد اینطوری نجات پیدا کرد؟ بله میشد. آخه چطوری؟ فکر نمی‌کنین این یه معجزه بوده؟ زیر زمین نیازی به معجزه نیست. درست مثل روی زمین. چیزای دیگه ای لازمه. تدبیر و پیشگیری.
میتونین یکم راجع به وضعیت کارگرایی که اونجا بودن صحبت کنین؟ با اجازهتون باید به خانوادم زنگ بزنم. حتما نگران شدن. فقط یه سوال دیگه ازتون دارم. دخترم بودو تلفنو بیار. بودو الان داداشت زنگ میزنه. مامان کجا بودم؟ بذار ببینم به کی میخواد زنگ بزنه. پسرم تانر بزن رو بلنگو هممون بشنویم. بابا آروم باش، هنوز که خبری نیست. پسرم تلفن خونه است. زینب بدو. الو داداش، خیلی ترسیدیم. خوبی؟ خوبم خاله دیوونه، نگران نباش. یه چیزی بهت بگم داداش، خیلی خوشتیپ شده بودی. حسودیم شد قبل از من رفتی تو تلویزیون. تلفنو بده من، این دختر آخرش دیوونم میکنه. پسرم خوبی؟ دیدی اون گردنبند چجوری ازت مراقبت کرد؟ مادر جون نگرانم که نشدی. شدم. تا وقتی تو زیرزمینی من همیشه نگرانتم. دیدی چجوری رو سرتون خراب شد. دیگه برگرد خونه، تحمل ندارم به خدا. بدین منم حرف بزنم. ببین لیلا خانم خیلی بهت سلام میرسونه ها. بگو قشنگم، بگو. الو اوکیا جون، الان با داداشم حرف زدم. خوبه؟ آره خیلی خوبه، نگران نباش. زنگ زدم بهت بگم که خیالت راحت بشه. خدا رو شکر. منم الان داشتم اخبار رو میخوندم، نوشته هیچ تلفات جانی نداشته، ولی بازم دلم میخواد با گوشای خودم بشنوم. نه ترس، به خدا حال داداشم خیلی خوبه. تازه الان تو تلویزیونم نشونش دادن. واقعا من ندیدم. ولی من دیدم. زینب اوکیا جون، صدا میکنن باید برم. تازه اون دفعه که اومدم دیدنت کم مونده بود مامانم همه چیو بفهمه. میترسم مشکلی پیش بیاد، اون وقتی که بهم اجازه ندم برم بیرون. بعدن حرف میزنی. باشه عزیزم، قطع کن. فعلا خدافظ. باشه، میبوسمت. خدافظ. مهندس اجرایی مدن کمال سویدره هم بین کساییه که نجات پیدا کردن. بله بدون آقای سویدره از یه فاجعه وحشتناک نجات پیدا کردین. میگن هیچ تلفات جانی نداشتیم. این غیر قابل باوره. به نظرتون از فاجعه‌ای که تو سایر معادن کشور رخ داده هم میشد اینطوری نجات پیدا کرد؟ بله. آخه چطوری فکر نمی‌کنی؟ منم الان دیدم. دوباره داره زیر نشون زمین میده. نیازی به مشت. درست مثل روی زمین. اوکیا، چیه آمر؟ شب یه جلسه کاری مهم دارم. همه با همسراشون میان. همسر عزیزم همراهی میکنه یا نه؟ اگه بگم نمیام فرقی میکنی؟ نه نمیکنه. پس چی؟ خسته نشدی از بس هر دفعه سوال میکنی؟ راست میگی، خسته شدم. واسه همین از این به بعد نمیخوام بپرسم، فقط خبر میدم. آماده شو اوکیا، میام دنبالت میریم. واقعا نمیدونم چی بگم پسرم. حتی نمیخوام فکرشو بکنم که اگه تو نبودی چی میشد. این حرفا رو نزنین. خدا رو شکر با هم از اون فاجعه نجات پیدا کردیم. حق با تو، با هم نجات پیدا کردیم. نمیدونی من از چه بلایی نجات دادی. ممکن بود از اونجا در بیام و بیفتم زندان. اگه هنوز آزادم مدیون تو هم. بگذاریم. به خاطر چیز دیگه ای خواستم بیای. چی قربان؟ امیدوارم بتونم کمکی بکنم. شواهد و قرائن نشون میده که میتونی. بفرمایید. دستور بدین. دستور نیست کمال، خواهشه. ازت میخوام مدیریت این معدن رو به عهده بگیری و شریکم بشی. اگه به خاطر اون حادثه دارین این پیشنهاد میدین؟ اونو نمیشه به همین راحتی جبران کرد پسرم. چون مهندس اجرایی خوبی هستی این پیشنهادو میدم. چیزی که باعث شد از اونجا زنده بیام بیرون هوش و ذکاوت و خوشفکری تو بود. من فقط وظیفه‌مو انجام دادم. منم همینو میگم. میخوام معدنمو دست همچین آدمی بسپارم. نظرت چیه؟ شریک من میشی جوون؟ شما مطمئنین که از پسش برمیام؟ مطمئنم.
من به مهندسی که دستشو با زغال سیاه کنه اعتماد میکنم. بفرمایید. این چیه حقی خان؟ برای نیروگاه جدید مناقصه گذاشتم. بعدش هم قرارداد میبندن. هفته بعد تو استانبوله. شرکای جدیدمونه که میشناسی. اصرار دارن که منم شرکت کنم. میخوان کارا رو گسترش بدم. حقی خان، من با این کارا آشنایی ندارم. چرا پسرم داری؟ تو جوونی. زود این کارا رو یاد میگیری. من نمیخوام تو این سن و سال استرس کار داشته باشم. گفتم پسرم کمال این کارو برام انجام میده. حقی خان، میدونین که من همیشه هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. زنده باشی. بهت رقمای پیشنهادیمو میگم. لیست شرکتایی که حضور دارن صفحه آخره. راجبشون بعداً تو اینترنت کم تحقیق کن. ولی شرکتی که بیشتر باید بهش دقت کنی اینه. حقی خان، معذرت میخوام. نمیتونم این کار رو قبول کنم. منو ببخشید. ببرش. اوزان جون، با قرصات زیاد آب بخور. این دکتره که دیگه نمیاد. هر روز بهش دروغ میگن. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ هممون خوب میدونیم که من واقعا مداوا نمیشم. هر روز داریم به هم دیگه دروغ میگیم. کیو داریم گول میزنیم؟ اوزان جون، ببین 5 ساله هر حسی با اومدن هر دکتری به تو دست میده. ما هم همون حسو داریم. پس هر بار سر این موضوع با من بحث نکن. نه خودتو اینقدر اذیت کن، نه ما رو عذاب بده. باشه پسرم؟ باشه مامان. ویدا، کدومش؟ اگه میخوای منو شام ببری بیرون این، ولی واسه جلسه کار قطعا این. جلسه ساعت چنده؟ طوفان گفت 8:30. عامر که اومد با هم میریم. اینم محیط گرم خونواده. خوش اومدی. عامر، من آمدم. هر وقت بخوای میتونیم بریم. واسه چی؟ با آقا صبرینا قرار شام داریم دیگه. آهان اون شام. لازم نیست شما خودتون رو خسته کنین. من با بابام میرم. با اجازهتون برم لباسمو عوض کنم. میدونی بیشتر از همه از چی خسته شدم؟ از این رفتارات که میخوای نشون بدی میتونی هممونو سر کار بذاری. خیلی پشیمونی؟ خودم حدس میزدم. چرا همش یادت میره؟ این خونه مال منه. ظاهرا مال شماست ولی سندش دست منه. درست مثل تو. هیدر و ویدا جایی تو این قرارداد ندارن. مخصوصا اون برادر بی مصرفت. من فقط به خاطر تو قبول کردم تو این خونه با اونا زندگی کنم. این که به خاطرت باید تحملشون کنم دقیقا اینجا. ببین اینجا یه دستم خون مردگی ایجاد میکنه.
به برنامه‌مون ستاره درخشان دنیای تجارت امروز عامر کزیوغلوه. خوش اومدین عامر خان. تو این رشته بیزنسمنای جوون زیادن، ولی شما با همشون فرق دارین. چه چیزی متمایزتون میکنه؟ بگو ببینم عامر کزیوغلو، وجه تمایز تو چیه؟ وجه تمایزم با بقیه اینه که برای داشتن این شغل به دنیا اومدم. هیچ وقت چشم به موقعیتی ندوختم که متعلق به من نباشه. این یه موفقیت نیست، چون جاییم که بهش تعلق دارم. پارچه ها کی آماده میشن؟ عزیزم چهارشنبه همش آماده است. خوبه، دیوارای هتل اول باید با پارچه بپوشونم. یعنی تو واقعا میخوای تو هتل کار کنی؟ آره، میخوام رنگامو با پارچه ها ترکیب کنم. مطمئنم که فوق‌العاده میشه. چرا بستیش؟ بیا بشین، میخوام یه چیزی واسه تعریف کنم. چی میتونه باشه که من ندونم؟ آیا ستاره درخشان دنیای تجارت عامر کزیوغلو و سخنگوی ویژه او بانو آکمریچ با هم رابطه دارن؟ بله اوکیا. عامر، فقط یه خواهش ازت کردم. هر کاری میخوای بکنی برام مهم نیست، ولی نذار مردم پشت سرمون حرف بزنن. مگه پشت سرمون چی میگن همسر عزیزم؟ هر سایت خبری رو که باز کنی میتونی ببینی. عامر، مهم نیست ما به چه دلیلی با هم ازدواج کردیم. تو باید به فکر پدر و مادرم باشی، فهمیدی؟ باید به فکر اعتبار خانواده‌مون باشی. میدونم از سر حسادت این حرفا رو نمیزنی. واسه همین مجبورم به آسایش و نیازهای خودم فکر کنم، نه به اعتبار تو و خانواده‌ات. فعلا عزیزم. Akşam için Banu Akmeriç eklensin davetli listesine. Sen elimdeki en değerli şeysin çünkü. Emir Bey bugün şirkete geç gelebilirsiniz diyor Banu Hanım. Teşekkür ettiğimi söyleyin Emir Bey. آقا حقی، رسیدم استانبول. تا چند دقیقه دیگه تو جلسه معرفی شرکت میکنم. طوفان، حوصله‌مو سر نبر. از نظر من ما امروز مناقصه رو بردیم. چشم قربان، اصلا نگران. ببخشید. راستی شما آقا کمالو میشناسین؟ میگن اولین بار تو مناقصه شرکت میکنه. اولین بار اسمشو میشنوم. من فکر میکردم فامیل آقا حقیه، ولی اینطور نیست. بگذاریم آشنا بشیم، میفهمیم که. موافقم. کمال سویداره، خوش اومدین. طوفان کانر هستم، به نمایندگی از عامر کزیوغلو. میدونم، بفرمایید. احمد خان، سرمد خان، بفرمایید لطفا.
از اونجایی که من دیر نکردم ظاهرا شما زودتر جمع شدیم. ما هم تقریبا تازه رسیدیم. اگه موافقین شروع کنیم. تعدادمون همینه؟ انتظار داشتم نماینده های بیشتری بیان. این جلسه کاملا خصوصی آقای کمال. ما به شرکت‌های کوچک اهمیت نمیدیم. یعنی به عنوان بزرگترها استراتژی متفاوتی رو در پیش گرفتیم. دقیقاً همینطوره. عامر خان همیشه چی میگه؟ هرگز نباید به کسی که رقیبت نیست توجه کنی. موافق نیستی؟ نه خیر نیستم. چون امکان نداره بتونین بفهمین رقیبتون کیه. خب اگه آماده این شروع کنیم. آقایون معذرت میخوام. همچین جلسه خصوصی از نظر اصول اخلاقی و رقابت درست نیست. با اجازهتون. روزتون بخیر. خدا نگهدار. این جلسه براتون شانس بزرگیه کمال خان. از طرف عامر خان اینو بهتون یادآوری میکنم. اگه فرض رو بر این بگیریم که من به شانس احتیاج دارم، اینم در نظر بگیریم که عامر خانم به آموزش ادب نیاز داره. لطفاً اینم به ایشون که این جلسه رو ترتیب دادن یادآوری کنید. آقا کمال بپیچم تو کوچه؟ نه. همینجا پیاده میشم. عامر خان گوش میدم. قربان همونطور که گفتین چند بار زنگ زدم ولی آقا کمال حاضر به مذاکره نیست. بهتون زحمت دادیم طوفان خان، خودمون حلش میکنیم. آکیا عامر بهت هشدار دادم. امروز خبرنگارا بیشتر از همیشه چششون دنبالمونه. خب که چی؟ واسه همین من امروز با تو از این قایق پیاده نمیشم. خواستم بهت خبر بدم. چی کار میخوای بکنی؟ میخوای شنا کنی؟ الو. کمال سویداره؟ بله خودمم. عامر کوزجو اغلو هستم. بفرمایین عامر خان. ظاهرا امروز نتونستیم راضیتون کنیم. فکر کردم که چی کار میتونیم بکنیم. پیشنهادم اینه. عامر خان، شما هم دارین اشتباه آقای طوفان مرتکب میشه. طوری صحبت میکنین که انگار عادت کردین این کارا توسط شما اداره بشه. اگه جای شما بودم. جای من نیستین کمال خان. نمیتونینم باشین. هر وقت قبل از مناقصه همدیگر رو ملاقات کردیم براتون توضیح میدم که چرا باید با هم به تفاهم برسیم. البته اگه همدیگر رو ببینیم. من ترجیح میدم روز مناقصه با شرایط کاملا مساوی با هم ملاقات کنیم. کمال خان اسمشو بذاریم آشنایی. نمیدونم چرا میخوام باهاتون آشنا بشم. این چطوره؟ با من آشنا میشین؟
بسیار خوب. فردا واسه جا و زمانش باهاتون تماس میگیرم. شب بخیر کمال خان. میدونی من یه بار تو روز تولدم همینجوری افتادم تو آب. مراقب باشه اوکیا خانم. ویدیو